پسرک خردک که از مادرش پرسان می شود: مادر جان، نماز که می خونید، روزه که هم می گیرید، بعد هر یک نماز دعا هم که می کنید، اما خداوند بر شما هیچی نداده است. من که نماز نمی خونم، روزه که هم نمی گیرم، دعا هم که نمی کنم، اما از خداوند هر چی که خواستم خداوند بر من داده است. فرزند که خور بود از آن غافل بود که مادر بعد هر یک نماز دعا میکرد نزد خالقی: خدایا هر چیزی که این فرزندم میخواهد نصیبش بگردان. دوستان عزیز، اکثریت علماها در این نظر هستند که دعای پدر و مادر در حق اولادش مثل دعای پیامبر در حق قومش است. هر وقتی که از خانه خارج شدین یا که زنگ تلفن کردین، حتما دعای پدر و مادر را فراموش نکنید.